واشنگتن همپیمان اساسی اسرائیل است. کشوری که بیش از یک سال باز در غزه عملیات نظامی به راه مانده است. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن روز 12 نوامبر در صحبت با اسحاق هرزوگ پرزیدنت اسرائیل پشتیبانیش را از این کشور بار دیگر بیان داشت. پیمان من به اسرائیل استوار است. ما با هم دوستی عمیق داریم و میخواهم بار دیگر از بودن شما در اینجا سپاس گویم. اسحاق هرزوگ رئیس جمهوری اسرائیل گفت پیش از همه باید گروگانها از دست نیروهای حماس که امریکا و اتحاد اروپا تروریستی می‌دانند رها کرده شوند. اما او وضعیت فعلی را به ایران ربط داد. همش از تهران سرچشمه میگیرد، همش از ایمپری بدی سر می شود. تهران با گروه‌های نیابتی خود هر کاری از دستشان می آمده را می کنند تا ثبات و امنیت و صلح را از بین برند. رهبر اسرائیل دیرتر گفت که صحبتش با بایدن آشکار و صادقانه بود و یک روز پیش از این در گرد همایی سازمان‌های یهودی در واشنگتن پیروزی در انتخابات را به پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ تبریک کرده او را محافظ صلح و دوست بزرگ اسرائیل نامید. ما درباره هر چه زودتر برگرداندن گروگانها به وطن صحبت کردیم. پرزیدنت ترامپ بار دیگر محبتش را به اسرائیل بیان داشت. من برای دوستی به او سپاس گفتم و کامیابی آرزو کردم. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل برای رساندن یاری‌های بشردوستانه به غزه بعضی گذشت‌ها کرده است و واشنگتن از تهدیدش می‌گذرد و انتقال سلاح را محدود نخواهد کرد. دیدیم که بعضی پیشرفت‌ها به دست آمده است. می‌خواهیم که تغییرات دیگر هم به عمل آید. باور داریم که اگر دخالت آمریکا نمی‌بود این دیگرگونی هیچگاه نمی‌شد. نهادهای مددرسان میگویند که وضع بسیار تشویش‌آور است. رافائل کوین سیاستشناس ارشد رند کورپوریشن چند پیش از سرحد اسرائیل و غزه برگشت. او در صحبت با صدای آمریکا گفت که در گذرگاهی اساسی بسته‌های زیادی کمک‌ها را دید. ترامپ به طور واضح گفته است که می‌خواهد تا آغاز عملی کار از جنگ پایان یابد. این پیامی است که وی گویا به سروزیر نتانیاهو رسانده است. در عین زمان با فکر من پرزیدنت ترامپ نسبت به پرزیدنت بایدن با گرفتن موقع پرخاشگرانه به خصوص در مقابل ایران میل بیشتر دارد. ایران از حامیان گروه تندرو حماس در غزه و حزب الله در لبنان است. اسرائیل در ماه‌های اخیر به لبنان حمله بیشتر کرده نگرانی‌ها را از جنگ گسترده در منطقه افزون نموده است.